جنازه بودم خیلی نشستگی بود. امروز برای همه شما رفیقاش بودیم. اگر برای شما سوالیم که اگر همین برادر خداوند دوباره جان بده چیکار میکنه؟ همه در جواب میگه که طاعت عبادت زیاد میکنه و بازگشت به خدا زیاد میشوه. همین سوال حضرت علی برای مردم که در جنازه بود، گفت ای مردم اگر همین برادر ما و شما رو الله دوباره جان بده چیکار میکنه؟ مردم با آواز بلند گفتن که خدا ترسی زیاد میشوه، طاعت عبادت زیاد میکنم، بسوی خدا باز میگردم. در جواب حضرت علی چی گفت؟ اکنون که ما در جان در بدن داریم بیا گناه کردن باز کنیم، بیا گناه کردن باز کنیم، روی بسوی خدا بیاریم. این مرگی که امروز برادر ما رو برد پگم ما و شما رو میبرم. یکی ما و شما برای الله خودش میگه کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. ملا باشی، مخزن باشی، ایشان باشی، کسی باشی نباشی، مرگ میچشی. برای مرگ چشیدن برادر تیاری دیدن در کارای در دنیا مشق کردن در کارای. در این لحظه تاریک نخش توار یگان کس میت یاردم کردن نمیتواند. جناب رسول اکرم میگه که یتبع المیت ثلاث. ای جوانا به هوش بگیر خودتان، میت را سه چیز تا سر قبر میاره. این جناب رسول اکرم میگه سه چیز: اهله و ماله و عمله. یکمش علم رفیقا آمده، دویمش علم تابوت متیرال در بالای تابوت متیرال این میآیم، سیمش اون در حیاتی که بود نامه عمل کرده بود، چه عمل صالح و چه عمل بد کرده بود همون میآیم. دو چه برادر برمیگرده. ما جنازه را میخونه میریم این قفا زندگیمون میریم. این متیرال کی میگیره؟ قبرکنان میگیرن. لکن یک چی قدیش در قبر تاریک میمونه، این عملی کرده در دنیا کرده بود که چه عملی نیک و عملی صالح در قبرش قدیش میسه. برادران بیا قبل از آنه که ملک الموت برای قبض روح ما آمده برادران تیاری بینیم. بیا بازگشت ما به خدا یقین بکنیم. مرگ برادر برای ما و شما عبرت است.